بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز برنامه بزم رفاقت. امشب هم در یکی از برنامه های دیگر بزم رفاقت قرار داریم و مهمان ما کسی است که شما شنونده ها و شما بیننده های عزیز سالهای سال با صدای او آشنا بودین و از دریچه های مختلف صدایش شنیدین. من تا جایی که احساس میکنم شاید نیاز به معرفی نداشته باشه، اما کوشش میکنم که با مو صدای زیبای خود ازش خواهش میکنم که با مو صدا و زیبای خود، با مو سیمای زیبای خودشون خود به معرفی بگیرن. جناب اخلاص سلام علیکم، خوش آمدید. سلام و وقت بخیر الیاس جان. زنده باشید. بسیار زیاد خوش شدم. همچنان یک دنیا سپاسگزار هستم از دعوت شما. سلام خدمت تمام بیننده های عزیزم چنان تقدیم با امید صحت و سلامتی تمام هموطنان عزیزم و خداوند سپاسگزار هستم که امشب در کنار الیاس جان و در بزم زیبای رفاقت که بزم خیلی عالی است قرار دارم و بتونیم که یک برنامه خیلی خوب و خوشی را با هم داشته باشیم. تشکر، خیلی بینید. اتفاقا دوستای عزیز، من امیار به گفته انگلیسی اکسایتد هستم که اسد اخلاص با خود دارم. اسدی که قربانت الیاس جان. صداهاش اسدی که صداش هنوز هم در گوشهای ما شما زمزمه میکنه و از او خاطره داریم و برنامه هایش شنیدیم، حتی فرمایش گرفتیم. فرمایش دادیم. فرمایشات الیاس جان. فرمایشات. در قدم نخست همگی میخواین بفهمن که اسد اخلاص کی است، یک معلومات داشته باشن. حتما، چرا نه الیاس جان. ما اگرچه که تقریبا مدت دیر وقت میشه الیاس جان از رسانه به دور هستم و کسایی که در گذشته از آدرس رسانه‌های جمعی که ما صدایی داشتیم، کلامی داشتیم، پیامی داشتیم آگاهی دارن. اما کسایی که فعلا ما را بیننده هستن میخوایم یک معرفی کلی خدمتشان داشته باشم. ما از آغاز زندگی که واقعا هر کس یک اسی در وجودش پیدا میشه و یک اسی داره. بدون شک. ما علاقمندی ما بیشتر به هنر بود. هنر سینما یا در کل هنر بوده که از آدرس یک رسانه اگر هنرمند، اگر مثلا یک ممثل، کسایی را که ما میدیدم مثلا فیلم زیادتر بیننده میبودم یا سریال میدیدم یا مثلا کسی که گویندگی بسیار خوب میکرد، علاقه داشتم، میگفتم ای کاش که یک روز ما بتونم اگرچه جایگاه کسی را کس گرفتن نمیتونم اما بتونم که چون استعدادی که اسم کردم و همین جرأت که بود میگفتم حداقل یک جایی باشه که من بتونم روزی که صحبت بکنم با در اجتماع باید باشم. و بالاخره چون من از آغاز زندگی که بعد از اینکه از مکتب فارغ شدم من خیاطی میکردم الیاس جان. لباس زن یا در کل امی پرده دوزی بود. برادرم خیاط بود، من روزی کار میکردم و نیم روز که من در دکان میبودم، نیم روز یک جایی میرفتم عملا کار میکردم و در بخش رسانه. بخش دوبله بود. یک سریال بود که خوب دقیق به یاد من الیاس جان، یک سریال کارتون بود در یکی از رسانه. ما وقتی اونجا رفتم چون دوره کارآموزی بود، تقریبا مدت 3 ماه من رئیس کارآموز اونجا رفتم و پس از او ما را به آدرس دیگه معرفی کردن. هر کس نظر به موش خلاقی که داشت، مثلا کسی در بخش رادیو، کسی در بخش دوبله، باز من زیادتر خواهش من بود که ما بتونم اگر در بخش رادیو دسترسی پیدا بکنم. او زمان یک رادیو بود که آهنگای احمد ظاهر زیادتر نشر میکردن. ما اونجا را پیدا کردم. مدت 6 ماه رایگان کار کردم به خاطری که به اهدافتان برسید. هدف بود. و روزی هم بود که فقط ما بخش تکنیک کسی که کار میکرد امروش میبودیم که من حداقل بتونم فردا در نبود ازی بتونم بخش تکنیک پیش ببرم. ما وقت او زمان گوینده نبودم اما کسی بودم کارآموز که ما بتونم تکنیک کار میکردم. 6 ماه رایگان کار کردم الیاس جان. بعدش هم
با گذشت هر روز تجربه ما بیشتر شد، تا زمانی که ما یک برنامه‌ای که برای 15 دقیقه ثبت میشد، هر برنامه یک ثبت میکردیم برای 15 دقیقه. ما او را روزی شد که مثلا 15 دقیقه برنامه را من 3 ساعت ثبت میکردم. اشتباهات بود، مثلا این چیزی بود که باز ما بعد فکر میکردم که نباید میگم گفته شود، چون هر کار ابتدایش بسیار مشکل است. دشواری خودم داشته باشه. وقتی شد الیاس جان که ما روز تا روز بیشتر شوق علاقه من بیشتر شد و از خیاطی هم به دور ماندم و یک آدرس مشخص انتخاب کردم، گفتم باید ما پیش برم. تا زمانی شد که من برنامه داشتم در رادیو و از یک آدرس آمدیم به آدرس دیگه که مدت تقریبا 12 سال ما در رسانه مخصوصا در بخش رادیو فعالیت داشتیم. چقدر خوب، چقدر جالب است زمانی که یک نفر خودش میخواید صدایش از یک جای برای بعدها به الگوی بسیاری از جوانان و بسیاری کسا تبدیل میشه. بله. خودت این حس تا حال تجربه کردی؟ الیاس جان طبعا زمانی که پیشترم گفتم ما یک زمان قبل از اینکه بیایم به رسانه ما گفتم خیاط بودم. ما موضوع دوم ده. بعد از این یک حس تجربه کردی کسی گفت بله. که من میخوایم مثل بله. من میخواستم که لحظه چی حس روی همون نقطه صحبت بکنم. یک زمانی که من پیشتر براتون گفتم الیاس جان که ما شنونده یک رادیو بودم که زمانی که تماس میگرفتیم در رادیو من میخواستم که یک روز من بتونم مثل همی که چقدر علاقه‌مند داره و چقدر ما تشنه دیدار از هستیم بتونیم من به یک جایگاه برسیم. زمانی شد که خدا شاهد است الیاس جان، ما اون چیزی که یک رویا بود به حقیقت تبدیل شد. خب با پشت کار تبدیل شد. و بالاخره امی حرفی که شما گفتین به همون یک چیزی که زیادتر شنوندای ما خواهش میکردن، مثلا در شهر در بازار جایی که صحبت میشد وقتی که به کسی میشناخت میگفت اسد، من واقعا بسیار میبالیدم و بسیار خوش میشدم و افتخار به این میکردم که حداقل ما کار خوبی کردیم که قدر میشیم، در راه درست روان بودیم. اینه که خدای نخواسته کسی ببینید. خب شرایط از ما شما در افغانستان زندگی میکنیم، آدم اگر 5 نفر خوشبین داره 10 نفر بدبین هم پیدا میکنه. اما کار نکردیم الیاس جان. اما ما شما چون در عضو یک خانواده هستیم، رسانه در کل یک بعض رفاقت که شما گفتین هم یک رفاقت صمیمیت است، هیچ گاهی نشده خدا نخواسته کسی با حرف بد یا با یک چیزی که اصلا ناراحت کننده باشه ما بر نخوردیم به یک چیز، جزی که فقط هر جایی که خداوند سپاسگزار هستم که هموطنان عزیز ما شناختن، با صدا مثلا آشنا بودن یا تصویر ما رو دیدن، هر جایی رفتیم با یک دید بسیار مثبت، با یک قدر، با یک عزت بسیار مهربانی کردن امرای ما. اسد اخلاص چند سال کتمان بود؟ الیاس جان اگر از سالها بگویم تقریبا مدت 3 سال 4 سال فکر میکنم با هم بودیم از آدرس یک رسانه. بعدا نفهمم که چی مشکل یا چی گپ باعث شد که باز الیاس جان تو جای دیگه رفتی و ما ماندیم. خودت ماندی. تو وقت شده که یک شوخی دوستانه در بین همکارا به یک منازعه تبدیل شده بود؟ بله الیاس جان در کل فضای دوستانه در یک آدرس که آدم کار میکنه، در یک نهاد کار میکنه، از ما خودت بیشتر تجربه داری و ایده درک میکنی. با هر کس آدم انس نمیگیره. در بین مثلا اگر 10 نفر است، نفر نهم از او حتما یک مزوریت می‌داشته باشه. یک کسی بود من نامش نمیگیرم، یک روز اگرچه که ما باعث شدیم کور آوردیم از یک آدرس با خود خواستیم کار بکنم. میره که گفتیم مفاهیم که کیه. چون فکر کنم زمان انتقالش ما بودین. الیاس جان زمانی شد که می فضای ما فضای بسیار دوستانه و فضای بسیار صمیمانه بود. این آدم وقتی که آمد امی فضا برهم خورد و هر کس مرا مقصر میدانست که اصلا تو چرا این کار کردی، با وجودی که در شناخت انسان‌ها، در شناخت آدم‌ها باید بسیار آدم کوشا باشه بسیار آدم، و این فضای ما را کاملا یادم صد خراب ساخت. و تا روزی که با وجود همه همکارا ما یک رفاقت و یک صمیمیتی که داشتیم، مثلا شوخی‌های بسیار دوستانه و رفاقت‌ها صمیمانه بود که خدا نخواستنی که کسی ما تخریب بکنیم. مثلا اگر خنده می‌کردیم، لبخند داشتیم، لبخند ما جمعی بود. یا کسی ما
اصطلاحی هم ریشخند نمی‌کردیم. بدون شک. و یک روز تصادفی آدم آمد، یک مذاق بسیار که اصلا من هیچ انتظارش نداشتم. و در یک فضایی بودم که قرار است یک میمان دعوت کردیم و آدم در راه است. چند بار زنگ زدیم که برادر کجا رسیدی؟ و طالم داده. طالم داده 20 دقیقه 15 دقیقه از برنامه گذاشته. از سر ما هم فشار است که اگر این میمارت نمیاد پس ما این برنامه را جور کنیم. بعد شکل بالاخره یادم یک شوخی مذاق یک بار برش گفتم، بار دوم برش گفتم، بازم آمد. چیزی که گذشته الیاس جان با این شکل این پشت گوش ما رقم میکرد. برش گفتم من از زندگی میگم چیزی که زیاد سرم بد میخوره می دست اندازی است. دیگه امروز بسیار درگیر شدیم و باعث شد که او آدم جریمه هم شود از طریق مصرف اداری یا چهار چیز. دیگه بعض وقتا بعض چیزا پیش میاد که یک فضای دیگه می باشی و فضا را کس خراب میسازه، مجبور میشی درگیر شوی. در جایی که خودت کار میکنی، در جایی که خودت کار میکردی، یک دو بار پیشنهاد برام شد، یک دو سه برنامه تا بسیار جای خوب پیش رفتیم. بله. ولی نمیفهم که چرا دفعتا برنامه یک طرف دیگه رفتم، چرا مرکز دیگه داده شد. میخوایم علتش حال ازت بپرسم. الیاس جان، اون زمان واقعا زیاد کسایی که مثلا از همکارا که در بخش دبنگ یا دوبله بودن، ما میخواستیم که صدای اونام از طریق رادیو هم باید باشه و برنامه را خوبتر پیش میبرن. برای خود بهتر معلوم است که کسی در بخش دبینگ یا دوبله و میتونه خوب پرزنتر باشه، خوب گویندگی میتونه بکنه، همین تلفظ واژه ها در کل. ما یک پیشنهاد کردیم که چند نفر باید از بخش دوبله باشه. باز در کل همکارا اکثریتشون گفتن که باید الیاس جان باشه. صدای الیاس بسیار مقبوله، بسیار قشنگ است و ما تصمیم به این گرفتیم که از طرف شب باید خود یک برنامه داشته باشیم، مثل یک برنامه دیگه که در یک جای دیگه داشتیم. باز نمیفهم که بعضی کسا مخالفت نشان دادن. خب بیشترم گفتم که در یک جایگاهی که کس قرار میگیره خوشبین و بدبین پیدا میکنه. بدون شک. اینم از آدرس خودتون کسی دیگه چیز کرد که میخواست به جای خودتون باشن. باز اونم باعث شد که ما گفتیم منصرف میشیم. دیگه خدا نخواسته باشه. باز دیگه نخواستیم. واقعیت است. تو چیزا پیش می خدا خیر بده. دوستای ما را هستن میکنن کارکای اما این چیز باعث نمیشه که آدم الیاس جان از شوق و عشق و علاقه‌مندی که به یک چیز می داشته باشه او نمیشه که صدرایش بیه به هیچ عنوان. و جالب بر من این است که من همیشه برای کسایی که میخواین مثلا مرا تخریب کنن یک گفتنی دارم. همیشه میگم برشون که شما با این فکر نباشین که ما زدیم الیاس تخریب کردیم یا امینی رو تخریب کردیم. نه خیر. من آدمی هستم که همیشه توکل خدا به خدا میکنم و صادقانه کار میکنم. هر کس به اندازه من صادقانه کار کرد یا از من که بالاتر کرد بفهمی که یا کتمه دوش میره یا از من که بالاتر میره. بله. من همیشه این گپ میزنم. تو وقتی شده که شما کار کرده باشین و او کارتان باعث رنجش خاطر خانواده شده باشه و پدر و مادر رنجانده باشه و خواهر و برادر. خب الیاس جان، تا زمانی که مثلا از آوان زندگی که دوره طفولیت از بعدش نوجوانی بعد از او کار نکردیم، خدا نخواسته که نه ناخودآگاه فقط صادقانه باید بگوییم دوره جوانی یک کوچیک ما شما زندگی میکنیم، یک فضایی که آدم میباشه، یک منطقی که آدم میباشه. از ما چهار اطراف می همسایه ما زیادتر، چون ما بسیار شوخ بودیم و تو وقتی نبود که معمولا بعد از چاشت که ما از مکتب می آمدیم که پشت خانه یک نفر دو نفر از همسایه نباشن ترقص بزنن. و یک چیزی که بسیار برای من هیچ گاهی فراموشم نمیشه الیاس جان، که روز عید که میشد باز وقتی که از نماز عید می آمدن به طرف خانه می همسایه ما باز هر کس عیدی میداد. باز مثلا اگر 10 افغانی میداد 20 افغانی دیگه اضافه میداد، میگفت امروز عید شیشه را میدان نکنین که شیشه فروشی ها قلف است. آرام بانیم. بله دیگه. بعد از او الیاس جان چون روز تا روز وقتی که آدم به جای میرسه و در اجتماع بیشتر آدم میشه کار نشده دیگه، خدا نخواسته کسی از ما رنجیده باشه. فکر میکنید صحبت‌ها یک ذره زیاد شد و نیاز است که یک ذره یک چای بخوریم؟ اینقدر شیرین است صحبت‌ها الیاس جان، چون دیر بعد با خود دیدیم با همکارا و یک فضای بسیار دوستانه که
راحت میتونه آدم حرف دل خدا بگوید. خوش دیگه نیاز بچه‌های نیست. نه اگه شینی در گلون بانه باز گلون در میکنه. بگی از این چیزا شما میل کنین من براتون چای بندازم، درست است؟ تشکر الیاس جان، سلامت. خب چند سال عمر داری اخلاص؟ واقعیت بگویم؟ واقعیت بگویم. من میگذارم میره به خودت. من چی حدس میزنی که حدس بزنم شاید در حدود یک 30 یا 31 باشه. 32 امی 16 سال جاری 32 ساله شده. بس حدسم درست؟ بله 100%. اما سال قسم میگذره مثل ما. بله. خدا شاهد است که بعضی اوقات که بس تصاویرها را که از طریق صفحات اجتماعی میبینیم که دوستا شیر میکنن یا مثلا پست میکنن یا یادآوری خود فیسبوک است، میبینیم که 4 سال 5 سال گذشته. میمونم مثل یک خواب با خدا فکر میکنم که واقعیت است. شاید همین هفته گذشته بوده باشه. واقعیت است. بگید بفرمایید. ده 32 سال عمرتان شما را بیشتر کی درک کرده؟ کی درک کرده؟ در کل اگر بگویم الیاس جان، فضای خانوادگی مثلا بیشتر کسی که درک میکنه پدر و مادر است، فضای خانواده است. خداوند رفتگان ما و شما را مغفرت بکنه. آمین. درک وجود داشته از طرف فامیل. کی زیادتر درک میکنه؟ مثلا در خانواده خب درست است، خداوند پدر و مادر ما و شما را اگر زنده هستن خود زندگی خوش و آرام و بدون دغدغه های روزگار نصیبشون کنه، اگر فوت شدن بهشت برین نصیبشون کنه. یک از این دو نفر یکی می باشه که خیلی آدم درک میکنه، یا پدر می باشه یا مادر. مثلا من از زیادتر پدرم درک میکنم. خود از جمعی دو میوه کمیاب کی درک میکنه؟ الیاس جان، خداوند بازم ایده تکرار میگم که رفتگان ما را مغفرت بکنه. من از این دو میوه بهشت محروم هستم. در گذشته درک وجود داشت براتون که مثلا بعد از اونا کی بوده؟ بعد از اونا خانم. چقدر خوشبخت است. واقعا، چون در هر حالت، در هر شرایط، در گرمی و سردی روزگار زندگی یگانه حرفش همی بوده که همه چیز در گذر است، جز صبر دیگر راهی وجود نداره. موقت است. و خودت خوشبخت هستی. خوشبخت هستی که آه کشیدیم. خودت خوشبخت هستی که خدا کنه که الیاس جان درک تو باشه. خودت خوشبخت به این هستی که درک شدی. وام از او جانب دل ناشاد داری الیاس جان از او آدرس. چرا؟ نه خیر، دل ناشاد نداره. یعنی دلم ناشاد نیست، شکر فضل خدا، شاد است. ما زندگی خوش و آرامه دارم. شکر فضل. خب در بعض مواقع سوء تفاهم‌ها به وجود میاد، ولی یعنی تصور از این نمی کردم که مثلا ثانیه وجود داشته باشه، یعنی خانم باشه که بتونه شوهر خود با تمام مشکلات روزگار بتونه درک کنه واقعا و مثل یک حمایت کننده محض در پشتش استاد باشه و بگه که میگذره. من هستم، این زندگی همراه تو با من یک جا میگذره و خدا ایرا را هموار میسازه، تشویش نکن. و گفتن این کلمه از یک کسی که شریک زندگی تو است و در سر یک بالین با تو سر میمانه، این خودش یک قوت قلب است و یک بشک یک انرژی است که بر تو میبخشه. به نظرت خودت یک کار در زندگیت انجام دادی که بر دیگران یک الهام شده باشه و خودت از نتیجه از او غافلگیر شده باشی؟ بدون شک. البته یک بار نه که چندین بار در زندگی من تکرار شده الیاس جان. بعضی کارهایی که مثلا کار مثبت بوده برای کسی انجام دادیم و اصلا من هیچ انتظار به این نداشتم که این کار به یک جایی او را میرسانه. خب در کل مسئله یک حرفی بوده، مثلا یک کمک نقدی بوده یا مثلا کسی را به یک جای
یک راهنمایی کردیم و اگرچه که در افغانستان متاسفانه الیاس جان خودت هم بیشتر از من اینو درک میکنی که دور از حاضرها و دور از این بزم ما و شما یک کسی که برایش نیکی میکنی بزرگترین چیزی که فراموش میشه و نیکیت است. حالا سعدی خب مفت نمیگه نیکی چو از حد بگذرد نادان خیال بد کند. دوستای ما شما دور از حاضرها کسایی هستن که احساس میکنن که وظیفه‌اش است. در حالی که نه خیر. چون این نیست. پس به خاطر ما دیدیم واقعا اثر هر کار مثبت است. و هر کار منفی است. اخلاص صاحب زمانی که ما و خودت برای اولین بار روبرو شدیم به یاد داری؟ خب صحیح. ما والا یادم رفت. الیاس جان زمانی که دیدیم اگرچه که میگفتن همکارا که یک کسی از جای دیگه آمده، یک صدای بسیار مقبول، یک صدای بسیار رسا، باز زیادتر میخواستیم ببینیم که کی هست. گفتن که از یک آدرس بسیار مهم آمده اینجا. زمانی شد که اگر بیاد داشته باشی خودت هم عالی بیاد بیا پیش کانتین دیدیم ما شما. پیش کانتین شاکر. پیش کانتین شاکر جان. نمیفهم کجا است شاکر جان، اگر ما را میبینه سلام برشان تقدیم باشه. یک خاطرات بسیار خوبی داریم. در اونجا من چی میکردم؟ چون پیش شاکر که میرفتی خواهیم 3-4 چیز برای خوردن وجود داشت. پیش شاکر فقط یک جمع بسیار خوب از این همکارا معمولا بعد از ختم برنامه یا مثلا نقشی که در بخش دوبله داشتی یک فرصت بسیار خوب بود که باید تا که نقش تمام میشد تفریح میشد و معمولا زیادتر جای آشنایی هم اونجا بود. بله اکثریت کسا اونجا آشنا وقت است چون دیگه فرصت نداشتیم. هر کس در بخش خود بود و مسئولیت و کارش کی بود. فقط دو تایم بسیار تایم خوب داشتیم. یکی تایم تامخانه میدیدیم و اونجا چون سر صدا بیشتر بود و این بهترین جایش پیش کانتین بود. دوستای عزیز، من یک روز یکی از برنامه ها را میشنیدم در یکی از آدرس‌های بود که اخلاص صاحب کار میکرد و اتفاقا خودم در اونجا کار میکردم. اون برنامه را میشنیدم گفتم صدا در نظرم خوش خورد. ما عادتم زیادتر صدا را میپسندیم، صدای خوب و زیبا و مقبول همیشه تحسین میکنیم، چی در ذهن ما باشه چی بر اعلی باشه. من خودم شخصا هم یک خصلت دارم. این صدا به می گوشم گرم خورد و نوازش کرد. من گفتم من باید یادم بفهمم که کی هست. خب بلا فاصله من از لب سرک باید تا دفتر می آمدم. برنامه لایف بود. من که بلا فاصله که در دفتر کمی در آمدم تلاشی کردم و داخل شدم داخل ابری. ایوازی که برم به بخش خود مستقیم در رادیو دارم. گفتم من باید اینو ببینم کی آدم کی است. وقتی که دروازه را باز کردم خب بعضی دوستا پرسان کردن که خیرت است کی را کردی؟ من گفتم شما را اگر اجازه بدین من یک دفعه داخل برم میخوایم یک نفر ببینم. خب اونا کنار رفتن و مرا اجازه دادن. از این پشت دیدم که در کنترل روم خودت چیشتی و در استودیو خودت چیشتی و خودت برنامه را پیش میبری. باز من دیگه غله کرده برآمدم گفتم خودش است. دوستای نهایت عزیز، قصه های ما هنوز هم جریان داره و اخلاص صاحب یک دم کوتاه میگیریم زود برمیگردیم. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. با ادامه برنامه بزم رفاقت بازم خوش آمدین دوستان عزیز. یک فضای بسیار دلچسب، یک فضای بسیار دلانگیز، یک چای مزه‌دار و از حرفا و سخنایی که ما با الیاس جان داشتیم واقعا بسیار لذت بردیم. دیگه بازم سپاسگزار هستیم از شما که تا این دم با ما هستین. میخوایم ما بس سوالات داشته باشیم الیاس جان اگه اجازه بدی برای من. این سوالات خود داشتیم من صادقانه جواب دادم. هزار دفعه. حالا ما میخوایم که دو سه سوال بسیار کوتاه داشته باشم چون پیشتر از من پرسید الیاس جان که از کجا آغاز کردی و بالاخره تا ای که در اجتماع آدم یک جایگاه پیدا میکنه.
و از صدا یاد کردی خودت. صدا چیزی است که وقتی در ذهن خاطر یک کسی میمانه گاه گاهی بسیار رنجم میده، چون در نبود از او و تا ما اگر براتون بگویم الیاس که ما در یک برنامه اگر مثلا تکرار نشد میشد شنونده ما در برنامه بعدی مرا از ما میپرسید کجا چرا نشد. مطمئنا که جایگاه خاصی داشتی داری فعلا هم الیاس جان، ما اینو درک کردیم. من یک کسی که بیشتر براتون گفتم که خیلی علاقه داشتم ببینیمتون. خدا کرد. گاهی اوقات شده که مثلا کسی از شما پرسیده باشه که الیاس جان مثلا امروز شما نبودین، کجا بودین، چرا بودین؟ ولی شده زیادتر کسایی که مثلا طرفدار ما بودن و میخواستن همیشه مرا تعقیب کنن. جالبی بود که زمانی که ما یک استراتژی داشتم پیش خود که مثلا یک فصل کار میکردم، یک فصل استراحت میکردم. با زمانی که استراحت میکردم در فصلی که پس دوباره کارشون میکردم کوشش میکردم که با یک جهش بسیار قوی شروع کنم. زمانی که باز یا در اون فصلی که استراحت بودم برنامه ها می داشتم، دوستا پرسان میکردن که میگفت چرا حالا ما چه وقت دیگه صدای تو بجز از رادیو در دیگه جای نشنویم، چرا نمی مثلا چرا مثلا یک سریال یک نقش چرا نمیخوانی؟ ما منتظر از هستیم که صدای تو شبانه در تلویزیون بشنویم، تو چرا آمدی برنامه رادیو گرفتی، چرا مثلا در رادیو کار میکنی؟ باز من میگفتم که زمان کار داره، فرصت کار داره. خیر است میگفتم شما خفه نباشین، از با تشویش نباشین، ما بلافاصله میام. همین فصل که دید شما فصل بعدی باز ما شما هستیم اما کار است. و الیاس سوال دوم ای که با وجودی که یک کسی که در جای کار میکنه ما درک کردیم، در کنار از این که مثلا در بخش دوبله خودت کار کردی و کسی هم بودی که نقشه بسیار خوب نقشه مرکزی را داشتی در او عصر و در او زمان بیشتر بیننده داشت او سریالا، چطور چی باعث میشه که مثلا با وجودی که رسانه یا او جایی که خودت کار میکنی خیلی به خودت باید ارزش قائل میشد در اوج یک جایی که مثلا مخاطبت هم بیشتر میشد و او رسانه نظر به اینکه صدایت هم بیشتر شنونده داره، چطور تغییر میکرد مکان؟ مثلا از یک آدرس خودت میرفتی به آدرس دیگه؟ ما فقط در مجموع خلاصه میسازم که از این آدرس اول که پیشتر براتون گفتم سریالات بسیار بیننده هم داشت و او خوب عاید هم داشتم رسانه از طریق سریالا، چون نقش خودت هم نقش بسیار خوبی بود. چی باعث شد که از اونجا برآمدی؟ خب این باید صادقانه بگویم که من با یک نفر چالش دادم. باشون گفتم اگر مکافات مرا بالا میبرین میباشم کتان، یعنی معاشم اگر بالا میبرین کتان میباشم. در غیر از گفتم من کار نمیکنم به این معاش. بله. اونا گفتن که تو اگر بریم تو را کس نمیگیره، چون گفته بودن که فرم مهم است. اگر حرفای من میشنم نامشان نمیگیرم. فرم مهم نیست، ای که خود آدم میخواد چی کار کنه. این مهم است. بله. گفت که فرم مهم است، دیگه کس تو را نمیبینه و نمیگیره. گفتم صحیح است. نام استراتژی خاص خود داشتم و اتفاقا هم گپی بسیار سرم بد خورد. در ظرف 1.5-2 سال کلیرنس شدم و خلاص شد رفت پشت کار خدا. منم با نادرس نه کلیرنس ما تسلیم کردم و در ظرف 1.5-2 سال بر من کار جور شد، قرارداد امضا شد و معاش تعیین شد، خلاص کار خودش شروع کرد. و یک استراتژی داشتم پیش خود که باید او آدم خودش بر من او آدرس خودش بر من مارکتینگ کنه. و شکر فضل خدا به او رواشی که داشتم موفق شدم. پس دوباره خواستن باز من رفت. بسیار گفتن باز من رفت. پیشنهادم که داشتی قبول شده بود؟ نه خیر. زمانی که باز یکی از دوستا از اونجا آمدن به دیدن ما شما در آدرسی که ما شما کل ما یک جای کار میکردیم، زمانی که مرا دید و گفته بعضی ها شوکه شد. گفت تو اینجا چی میکنی؟ گفتم من اینجا یک ماه میشه کاملی. باز خدا خیرش بده رفته بود دیگه، هیچ کس نمانده بود دیگه، کل گیره چپرنال کرده. با این که پیشترم گفتم الیاس جان که جایگاه هر کسی برمیگرده به خودش. جایگاه کسی کس هیچ گاهی گرفتن نمیتونه و شخصیت چیزی است که او محفوظ میمانه همیشه، هیچ تغییری در کار نیست. اما متاسفانه به می حرف
گپی که پیشتر خودت هم داشتی، من موافق با این هستم که بتونن، اگرچه که در گذشته باید بگوییم صادقانه که قدر کسی را کس نداشت واقعیت نداشت، با وجودی که این را میفهمید که مثلا امی کسی که همراه ما چقدر مخاطب داره، چقدر شنونده داره، چقدر بیننده داره، اما قدر کس واقعا نبود. اگرچه که باید خودت نباید از اسم میدادن اونا. اتفاقا هم کسی که اونجا آمده بود در مدرسه که ما شما یک جا کار میکردیم آمده بود، او به اگر می بود افغانستان به هیچ عنوان نمیماند. و او که مر اونجا دید واقعا متعجب شد، گفت تو اینجا چی میکنی؟ فکر کرده بود ما به دیدن یکی از دوستای ما اومدیم. من گفتم من اینجا یک ماه میشه کار میکنم با این دفتر باز. چقدر حالت خراب شد. از اونجا که بر آمده بود رفته بود اونجا دیگه همگی رو چپن نال کرده بود، گفته بود که من نبودم در ظرف یک و نیم ما سر از یک آدم گفت شما از دست دادین. یک آدمی که دیگرها آرزوی داشتنش گفت دارن، شما گفت چطور از دست دادین؟ خب قسمت و زندگی چیزی که روزگار هر کاری که بابا میکنه و چیزی که اراده الله سبب میشه. بیشک یک سال دیگه هم میذاشته باشه میلاد جان، بعدش باز خواهش میکنم آزاد. سوالای من نمیفهم که برنامه فقط سر سوال میگین آزاد است. وزمین از نیست. نه خواهش میکنم، خوب سوال است. الیسون در مجموع در چند سریال یا در چند مثلا فیلمایی که خودت نقش داشتی که دوبله میکردی، یگانه نقشی که زیاد برات واقعا شهرت داد و بیشتر مخاطب داشتی و حداقل در خیش قوم و قارب و فامیل و همین همسایه اینا که زیادتر با او چیز رو صدا میکردن، کدام نقشت بود؟ به جواب سوال خودت اخلاص باید بگویم که من همیشه شهرت به تدریج خواستم بود. قسم پیش خود چیز داشتم که من باید شهرت تدریجی داشته باشم، نه یک دفعی، چون هر صعودی به یک بارگی سقوط سخت داره و هر صعود پله به پله باز امو جایگاه به جایگاه رسیدنشم گرچه دیر است ولی ثابت است. من اتفاقا تمام نقشه‌ای که خواندم در تمام فیلمایی که خواندم همیشه یکسان میرفتم، نمیخواستم زیاد شهرت مثلا دفعه شهرت داشته باشم باز دیگه از بین بره. نه خیر، در هر کدامش برای بیننده و برای کسایی که مخاطب بودن یک چیز برای گفتن می‌داشتم. بیشتر که براتون گفتم فصل فصل کار میکردم، یکی از علتش همی بود که من نمیخواستم دفعه سر زبانا گفتم و باز دفعه سر زبانا بیننده شدم و من در هر فصل با یک جهش نو می آمدم و هم خودم معرفی میکردم و کرکتر معرفی میکردم. باز در یکی از سریالا که سخت بر من خودم هم خوشایند بود و کسایی که مرا تعقیب میکردن و اصلا باورم نمیکردن که صدا با او صدا یکسان است، نقش مماتی بود. مماتی و اکثریت مرا با اونم میشناخت. سوالای خودت خلاص شد. سوالای من اگر من بیشتر سوال دارم چون وقت باز زیادتر میگذارم. نه خواهش میکنم آزادانه بپرسید. دیگه نه سوالای من تمام شد. دیگه سوال چیزی که میخواستم و این فکر بکنم که شاید سوالای خیلی از بیننده‌هایتان بوده باشه، از علاقه‌مندایت بوده باشه، چون هر کس دوست داره که بفهمه که از کجا آغاز کردی، از چالش‌هایی که در زندگی میباشه، از واقعاتی که رخ میده. طبعا شنونده یا بیننده زیادتر انتظار داره که باید بشنوه. واقعیت است. من زمانی که من یک کار خوب میکردم باز نتیجهش برعکس میشد. طالعی نداشتی؟ نمیفهم که طالعی نداشتم یا به گفته کلانا قفه دست ما شده بود. آیا خودت یک کار مثبت انجام دادی که نتیجهش برعکس باشه؟ تو انتظار مثبت داشتی و برعکس شده باشه منفی؟ بله. من یک زمان یک برنامه داشتم، البته یک تر برنامه پیشنهاد کردم، گفتم قرار است یک برنامه که در هیچ رسانه‌ای نیست و ما نمیخوایم از کس دیگه هم تقلید بکنیم. هر کس یک دید و یک طرز فکر انسان با فردی یا از خودش می باشه. روز تا روز من بسیار فکر میکردم که مثلا امی برنامه یک شنونده مثلا خسته نشه، من باید تنوع ایجاد بکنم. تا بالاخره یک برنامه را روش فکر کردم که با حمایت باشه. کسایی که واقعا زحمت میکشن باید قدر شون، از دکتر صاحبا گرفته تا ترافیک تا در کل یک برنامه اجتماعی و در کل همی کسایی که ورزشکارای ما هستن. تو فقط نخواستم که برای یک فرد مثلا برای یک
چنان برنامه باشه، در مجموع برنامه اجتماعی بود و برنامه تشویقی بود. وقتی طرف پیشنهاد کردم، با وجودی که بسیار در آغاز تقدید شدیم و گفتن که حتی اگر نیاز به این شوی برنامه باید تصویری شود. برای فردایش که قرار بود ما با فرد اول ببینم و این برنامه اوکی شود، شبش برای ما تماس گرفتن که این برنامه کنسل است. چای پرتون بر دیگه است خب شب برای ما تماس گرفتن الیاس جان که برنامه کنسل است. به دلیل چی؟ گفتن از تصویری باز میمانه، شما میتونید از طریق رادیویی برنامه را پیش برین. بعداً برای ما مشکل ساز میشه. واقعا بسیار ناراحت شدم، چرا که ما بسیار با مشکلات و با بسیار چیزایی که ما اصلا بر من یک رویا بود میخواستم میره با واقعیت تبدیل بکنم، زیاد سر زحمت کشیده بودم. و یگانه چیزی که بسیار مرا ناراحت هم ساخت همین بود، چون من زیاد زحمت کشیدم سر از به خاطر از این میخواستم یک چیزی باشه که متفاوت باشه الیاس جان، چون در رسانه‌های دیگه که میدیدم همچین برنامه‌ای نبود. خب یک موضوع است بدبختانه در گذشته قسم بود فضا که مثلا اگر تو میخواستی خلاقیت از خود به خرج بدی، یک چیز نو بیاری، اصلا نمیپذیرفتن. و اگر میپذیرفتن هم در آخرش نشته میکردن که طرح هست فلانی. فکر نمیکردن که چقدر زحمت کشیده. واقعیت یه فکر میکردن که گویا کاپی است. به نام سرقت میگم. سرقت هنری. بله. به کدام لحظه زندگیت زیاد متعجب شدی و چی باعث شده که قدر متعجب شدی؟ صحنه‌ای که متعجب شده باشم، یگانه صحنه‌ای که هیچگاهی فراموشم نمیشه، نه تنها من، کسایی که خیال از این داشتن که گویا اصلا دیگه زنده نیست. و خودم مدس میزدم که همه چیز نابود شد. که یک شب مکمل از ساعت 5 عصر تا 8 صبح نه خانواده است و در جریان باشه و نه کسی برای کسی بگوید که گویا زنده است یا نیست، فقط برش بگوید که برای همگی که جز دعا دیگر راهی نیست. و فردایی که من بیدار میشم الیاس جان دقیقاً به یاد دارم، چون صحنه یا لحظه است که تا آخرین لحظه حیاتم فراموشم نمیشه و در ذهن مک شده. وقتی چشم باز کردم احساس کردم نو دنیا آمدیم، نو تولد شدیم. جز فضای پرنده هایی که در چهار اطراف جایی که ما بودم چیزی وجود نداشت. و او نگه دارنده و اگر نگه دارنده مطلقه که تو را دوباره چشمت پس فراموشم نمیشه. بسیار متعجب شدم که فقط چشم باز کردم یک کسی را دیدم، یک دکتر صاحب برای من گفت که حتما تو در زندگیت کدام کار خوب رو انجام دادی. ما گفتم شاید کدام وقتی کدام گلاس با اخلاص با صمیمیت و محبت بر کسی داده باشم. نه خیر، خودت تو آدم نبودی اخلاص، تو آدم نبودی که کسی از رنجش خاطر داشته باشه. اما مدت زمانی که من با خودت بودم خوشم میامد از شخصیتت، از اهلیتت. فردی بودی که دلسوز و در عین حال بسیار با کرکتر و یک شخصیت بسیار خوب داشتی و امروز همون شخصیت، همون مهربانی، همون صمیمیت و دوستی که با دیگران داشتی باعث شد که امروز من خودت در برنامه رفاقت بشیم. خدا رو شکر که هستی بیدار. قربانت الیاس جان، سلامت باشی. چه چیز میتونه اسد به بسیار آسانی به زمین بزنه؟ ما یک نقطه ضعف دارم. همون از ما نباشه. چی چیز است؟ نمیگی؟ نه من نمیگم. برات وقت دادم باید سوال میگیری. الیاس جان، در مجموع همه چیزی که در زندگی یک انسان وقتی که از چیزهای بسیار خرد ریزه بالاخره به کو تبدیل میشه، با عالم از مشکلات به دست میاد. همه چیز در زندگی انسان و این یک چیزی است که با خیلی مشکلات، با همه چیزایی که در زندگی انسان بالاخره به یک جایگاهی، به یک چیزی آدم میرسه و با یک
بارگی نادیده گرفته شود. این میتونه بسیار صدمه بزنه به خودت. و من تا فعلا همین لحظه که امروز صحبت میکنم و بینندم میبینن، چیزی که رنج میته همین است. این میتونه یک چیزی هست. و این تنها ما با همگی هم مسلکانیم. اتفاقا یه چیزی که منم رنج میده میاد بیشترم گفتم برات میگم. چیزی که میتونه یک کسی را که با عالمی از مشکلات به یک جای آدم میرسه، زحمت میکشه، شب روز در تاریکی و روشنی زندگی، بالاخره آدم پشت یک نوری میگرده که حداقل اون نور آدم بتونه بتابه و به یک پارگی و به یک حالتی میرسه که وقتی چشم باز میکنی جز تاریکی و بس چیز دیگه وجود نداره. واقعا بسیار مایوس میشده. خب ما هم همچنین چیزی میتونه به من صدمه بزنه و دوم دیگه ای که زیادتر چیزی که بر من صدمه میزنه اعتمادم است. یعنی من نمیفهمم که یا ما بسیار آدم خوب هستم یا بسیار احمق هستم که بسیار زود که در یک نفر اعتماد میکنم. چیزی که من خیلی زود مرا به زمین میزنه اعتماد خودم است. ما بارها بدبختانه می اشتباه کردیم و اعتماد کردیم سر بسیار کسا. خب یک چیزی است که در فطرت ما زود فریب میخوریم. همه گیرم مثل خود فکر میکنیم. ما ماه اسد، چون نام اسد است و ما تاریخ 16 ماه اسد تاریخ تولدم است دیگه. بهترین ماه هست اما یک ذره هوا گرم است، زیادتر کسا بدبینم هستن. خواهش میکنم. ماه اسد که میشه باز زیادتر کسا کمی ماه اسد یک ذره گرم است. من خودم در ماه حمل تولد شدم، متولد ماه حمل هستم. سال نو هستی؟ بیخی دیگه شروع سال هستم دیگه. موضوع گپ سر ازی بود که اعتماد، زود از اعتماد ما شما میخوریم. باز مال یک چیز یافتیم، میفهمید یک فرمول بسیار خوبه یافتیم اخلاص صاحب. اوی است که محال از هر کس به اندازه ظرفیتش توقع دارم. بسیار گپ نیک است. نه بسیار هر کسی که باشه، خود باشه، بزرگ باشه، رئیس باشه، مدیر باشه، هر کسی که باشه ما به اندازه ظرفیتش ازش توقع دارم. بسیار گپ نیک است. گپای ما ادامه می داشته باشه. میریم یک دم کوتاه میگیریم، یک چای تازه میکنیم، باز بعد دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز زود برمیگردیم. آیا دوست دارید به جهان کتاب سیر و سفر داشته باشید؟ و یا کتاب‌هایی دارید که هنوز مفاهیم و نویسنده آن برایتان مبهم است؟ آیا پیدا کردن کتاب‌های مشهور و پرمخاطب به شما یک چالش است؟ ما شما را با نویسنده‌های داستان‌های معاصر و کلاسیک آشنا می‌سازیم و راز جهانی شدن آنها و آثارشان را روایت می‌کنیم. 1001 شب برنامه‌ای است که راز جهانی شدن کتاب‌ها را روایت می‌کند. 1001 شب راز پنهان کتاب. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز به برنامه بزم رفاقت. اسد اخلاص است در برنامه و ما در بخش سوم برنامه قرار داریم. اخلاص ازدواج عاشقانه خوب است یا سنتی؟ خب بسیار کوتاه میگم. عاشقانه اگر سلطنتی و یک فلسفی بسیار طولانی داره. همین عاشقانه درست است. از زندگی خود راضی هستی؟ بدون شک. سپاسگزار هستم از خداوند. چند فیصد؟ 1000%. شکر. خانمت دوست داری یا مسلکته؟ عزیز تو باید یکیش انتخاب کنی. خب اگر مسئله کار بار و روزگار زندگی که مثلا برمیگرده به مسلک آدم باید مسلک خود کار بکنه، مسلک من دوست دارم. اما در مسئله زندگی شخصی خانم من دوست دارم. نه یکیش باید انتخاب کنیم. از اون خود دو چیز متناقض و پلی یکی دیگه آورده. که از تو باید یکیش انتخاب کنی. باز میگن از خانم خود میترسم. پس فهمیدیم که مسلک دوست داره. این داستان خب کار بار بر شکلی خواهی نخواهی اون چیزی که است. خانم دوست دارم. چقدر خوشبخت است. میگم بارا میدونم دیگه این چیز بگم. بسیاری کسا مثلا باز بگه باز میگه والا خب یک گپ باشه که خفه نشی مسلک خدا دوست دارم خصوصا میگنه. در زندگی مشترک مرتکب اشتباه شدی؟ زندگی مشترک کوشش نکردیم چون
بعد از اینکه میدونم منظور من خزدگی اشتباه نیست، ناخودآگاه کدام اشتباه دیگه. طبعا خواهی نخواهی بعضی اوقات مثلا کمبودیایی که بوده یا گپی که پیش میشه الیاس جان، گوش میکنیم به خواست همدیگر باشه، هر گپ یعنی توافق نظر باشه. بله. اما پس از اینکه عروسی کردیم کوشش کردیم که کوچکترین حرفی نباید زیاد گوش میکنم از خود گذر باشه. خوب است. در رنگا کدام رنگ دوست داری؟ شاید علاقه‌مندای زیادتر داشته باشه رنگ سیاه. تو گپی از در زندگیت که خانمت نمیفهمه؟ نه، همه چیز مثل یک کتاب است، مثل یک کتابچه خاطرات بگویم، یک صفحه است که وقتی باز میشه تنها نمیبینم. تو گپ یا مانده که تا حالا برای خانمت نگفته باشی و مثلا بخوای اظهار محبت کنی یا بخوای خدای نخواسته اظهار تنفر کنی؟ نه خیر، هر گپی که بوده الیاس جان مثل یک اسکرین، مثل یک مور خودت هستیم، همه چیز واضح است میبینیم. تا اینجا خوب آمدی پیش. دیگه خدا در دام خدا نگاهی بکنه از زایدش. زندگی متأهلی یا مجردی؟ خب مجردی یک زمانی که یک فضای دیگه است الیاس جان، یک فضای سر به خود است. چیزی یعنی برات حراس نیست، همه چیز باز است و هیچ بی‌پروایی است. اصلا هیچ آدم در اون کل میگیم فضای سر به خود کدام مسئولیتی رو احساس نمیکنه. سر به خود شد دیگه. همه چیز است. اما بعد از اینکه ازدواج کردیم مسئولیت بیشتر و بهترین دوره متأهلی است. و این خودت هم بیشتر از من اسم میکنی الیاس جان. بدون شک فرزند داری؟ متاسفانه نه الیاس جان. من فرزند داشتم، ای که خواست خداوند نبود. دیگه من از همگی التماس دعا دارم خداوند مشکلات همه ما را حل بسازه و از مرا بیشتر. من همینجا در این برنامه دعا میکنم که خداوند خودت به خیر و عافیت صاحب یک فرزند اهل و صالح کنه. زنده باشید الیاس جان. خداوند شما را جور و زنده و سر حال داشته باشه که فرزند خوب بر جامعه تقدیم کنید و مثل خودتان در آینده یکی از افراد خوب و خوشنام جامعه باشه. سلامت باشین الیاس جان. اسد حالا چی کار میکنه فعلا؟ مصروف چی است؟ الیاس جان فعلا این سوال مجبور شدم ازت بپرسم چون من دیگه چیزا خبر شده بود. ما الیاس جان در کل وطن خود دوست دارم. همه ما وقتی که در وطن هستیم فعلا، پس این وطن خانه ما است و آدم با خانه و خانواده خود بسیار احساس راحتی داره. قدر و عزت همه چیز به خانه است و فعلا چون خواهی نخواهی باید یک مسئولیت و یک مصروفیت باشه. من متاسفانه از آدرس رسانه در کل از قافله پس هستم، به دور مانده بودم، اما پس از این نمیخوایم دور باشم. من تقریبا مدت 5 سال میشه در بخش اداری یکی از شفاخانه کار میکنم و قرار به این است الیاس جان اگر خواست خداوند باشه با همکاری شما و با یک اراده بسیار محکم یک رسانه را میخوایم فعال بسازم، یک رادیوی تیبی میخوایم فعال بسازم. چقدر خوب. شما با همکاری 100% خودت که همیشه باید تعهد بکنی که همراه ما هستی الیاس جان. هستیم ان شاء الله تعالی. چیزی که به نفع همه باشه، به نفع مردم باشه، به نفع اجتماع باشه و به نفع جامعه باشه و به نفع خود ما باشه. 100% ما از خداوند توفیق عمل بر وعده خدا میخوایم اول، چون وعده‌ای که میکنم وعده به دست خودم است و من را بسیار خوب میفهمم که عمل او وعده توفیق دهنده الله است. او باید توفیق بده که من به این عمل وعده کنم و خوش شدم ای که یک مژده را شنیدم و خوش شدم ای که ما جزئی از برنامه های خودت هستم و همکارا همگی هستن و انشالله تعالی که همکاری می داشته باشیم و این خیلی خوب است. خداوند موفق داشته باشید در همه امور زندگی. سلامت باشید. مثل که در گذشته موفق بودی از این بعدم خداوند موفق داشته باشید. و ما در لحظات اخیر برنامه هستیم اما پیش از او ما یک چالشک بسیار خوب داریم. چقدر زود گذشت الیاس جان.
و حالا ما دلم نبود اما گپی که همیشه ما به شنوندای میگفتم در ختم برنامه میگفتم لحظات در گذر است و لحظات خوب و خوش بسیار زود سپری میشه. واقعیت خداوند از غم و هندو از همه چیزایی که باعث ناراحتی خودم ما و شما هموطنای ما میشه ما و شما را به دور داشته باشه، چون خب مشکلات بوده. اما می لحظات خوش ما احساس میکنیم شاید یک 10 دقیقه گذشته باشه از برنامه. ما دلم نبود که برنامه را ختم کنم، اما ناگزیر است. فردین راز خو میشناسید، دایرکتر برنامه است، عزیز ما است، دایرکتر برنامه است و گذاشته از این کامرا را کار میکنه. اشاره کرد که وقت خلاص است و چالش باید بری. میریم چالش لبخانی است. من کلماتم میخوانم و میگم خودت یا جواب شه برام بدی و یا خوب است تکرار کنید پشت. بسیار گپ نیک است. صحیح است. خوب است. نگاه امیدوار هستم که به 2-3 روز ما برای خود چالش میکشم. یگانه چیزی که ما بسیار خاطره اگر بگوییم خوب و لحظات بسیار خوشی رسپری کردیم با ایدفون. ایدفون بسیار لذت بخش بوده او زمان در رادیو. و باز ما اکثریت وقتها الیاس جان تقریبا مدت شاید 6 سال بعد دیده باشیم پیش خود که اکثریت وقتها با صدای زیر ما بلند میکردم چون نمیتونستم به این قسمت از صبح تا شام هم برنامه ثبت میشد مثلا یا برنامه لایو بود ای بود همراهی بسیار خسته میشدم و حالا میخوایم با کمال میل او باشم. سیاس کارته پروان، پیوند قلب ها. کارته پروان، کارته پروان، کارته پروان. نام خدا، نام خدا، نام خدا. آفرین، آفرین. عالی است. چهارراهی برکی، چهارراهی برکی. چهارراهی قنبر. چهارراهی برکی، چهارراهی برکی. چهارمغز؟ نه. چهارراهی برکی. کابل بی برق. کابل بی برق. چهارراهی برکی. چهارراهی برکی. نام خدا. آفرین، آفرین، آفرین. حاجی یعقوب. حاجی یعقوب. آفرین، نام خدا، نام خدا. دوستای عزیز من که میبینم میبازم. چی یک چهارم است. از 4 دانه 3 تا را جواب دادی. نه از 3 تا را جواب دادی، چهارمش ازت میپرسم. صحیح؟ و بزم رفاقت، بزم رفاقت، بزم رفاقت. پالک. پالک، سبزی پالک. بزم رفاقت. رفاقت، بزم رفاقت. آفرین، نام خدا، نام خدا، نام خدا. و سبزی پالک، سبزی پالک، سبزی پالک. سبزی پالک. چیزی دیگه زیادتر خوش شد. بیشتر پالک گفتم خونساز از پالک. بله 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 بله. خلاص شد. چطور بود الیاس جان؟ عالی بودی. از 5 تا رو گفتی. اولین کسی که مرا به چالش کشیدی. اما یک جای من فکر کردم که میگی کابل بی برق. او چی بود؟ چهارراهی برکی. چهارراهی برکی. چهارراهی برکی. من میگی کابل بی برق گفتم حالا نسبتاً خوب است برق است. کم برقا خوب شدنی. بله. شما سوال کنید دیگه. خب. رادیو. 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 بسیار خوب. سمنک. سمنک. خوش داری؟ خیلی خیلی. بخوایم؟ نه خیلی میخوانه. سبز از هنوز پخته نشده. بولونی. بولونی؟ چیزا بخوردن نکل شوی. خوش دارمش. زمستان برفی. زمستان برفی.
زمستان برفی. زمستان برف است. نه. زمستان برفی. زمستان برفی. چی؟ زمستان برفی. زمستان برفی. ده افغانان. ده افغانان. نفهمیدی؟ یک ذره شمرده بگو. ده افغانان. ده افغانان. صحیح. بلده سوجره دیدی؟ زیاد رفتیم. مسیر رفت آمد بوده. کلوله پشته. کلوله پشته. کلوله پشته. کلوله پشته. چطور شد خلاص؟ یکی دیگه هم بگویم. بگو. یکی دیگه هم. پنج نوتیس. باشه یک جایی را بگویم که چیز چلستون. چلستون. وای چی؟ ما میگم بیا که دوست. پس سر بگو اما تو بادی بگو. چلستون. اینی را که کردی من فهمیدم. واقعا عالی بود، برنامه خیلی خوش گذشت و یک چیزی رو مونده بود که من کل فکر می‌کردم برای من اشاره می‌کردی، من باز میگفتم تکرار کن. من متوجه همون بودم. خیلی لذت بخش بود. اسد جان آیسته نزدیک میشیم به ختم برنامه. قدر زود گذشت. اگر حالا چطور کنیم دیگه؟ هیچ دلم نمیشه که برنامه رو ختم کنم. واقعا اگر خودت پیام گفتنی چیزی که تا حال بر کس نگفته باشی اگر بخوای بگویی، کمرای فراسکست در خدمتت است. متاسفانه میتونی گفته باشی. یک دنیا سپاسگزار هستم الیاس جان از این لحظاتی که واقعا کنار خودت خیلی خوش گذشت بی اندازه و من تشنه همچی یک فضای یک بزم رفاقت بودم که سلام و کلام و حرف دلی داشته باشیم بعد از یک مدت بسیار طولانی. فقط پیام ما پیام سلامتی است برای همه هموطنان عزیزم، برای شنونده‌های عزیز ما، برای کسایی که با صدای ما آشنایی دارن و خاطراتی که در گذشته خاطرات بسیار خوب و خاطراتی که هرگز فراموش نمیشه با ما دارن و ما با شنونده‌های خود با هموطنان خود واقعا که از هر کدامشان قلباً سپاسگزار هستیم که در همه حالات با ما بودن. پیام سلامتی از خداوند همه شما را جور و صحت سلامت داشته باشه و با یک عزم راسخ بتونیم بازم در آینده در خدمت هموطنان عزیز خود باشیم چون این وظیفه ما هست و بتونیم از آدرسی که اونا دوست دارن دوباره بازم در خدمتشان قرار بگیریم. خیلی خوش شدم که خودت در برنامه داشت. واقعا لحظات بسیار زود گذشت. واقعا زمانی که بر من اشاره کردم که برنامه ختم است باید ختم شود، یک احساس برای من دست که نباید برنامه ختم شود. بازم جهان سپاس از اینکه در برنامه حضور یافتی و برنامه بزم رفاقت دیگه شاندارتر و رفیقانه تر ساختی. خدا خیرت بده. دوستای عزیز، اگر شما میخواین از برنامه‌های بعدی فراسکست آگاهی پیدا کنین، چینل فراسکست را سابسکرایب کنین، ما را دنبال کنین و برنامه‌های ما را بیننده باشین. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوب و خوش، ایام به کامتان، صحت سلامتیتان آرزو دارم. خداحافظ شما. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان.